آب جوشمون هم تمام شد. خب برنامه امروزمون اینه که بریم توی نرم افزار پرمیر پرو و با پلاگینی که داخل خود نرم افزار وجود داره، لومتری کالر، اصلاح رنگ انجام بدیم. کسایی که دوست دارن بدونن اصلاح رنگ توی نرم افزار پرمیر پرو چجوری انجام میشه و پارامترهای مختلفش به چه صورته، ادامه ویدیو رو به هیچ وجه دست ندن. سلام، میلاد هستم. خوش اومدید به کانال میکادیارت، جایی که توش علاوه بر آموزش افتر افکت کلی ویدیو در مورد مباحث مختلف تصویرسازی داریم. پس اگر از این مطالب خوشتون میاد میتونید کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشید. خب امروز میخوایم بریم وارد نرم افزار پرمیر پرو CC بشیم که توش اصلاح رنگ داخل خود نرم افزار وجود داره و میخوایم امروز پارامترهای مختلفش رو بررسی بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم توی پرمیر پرو اصلاح رنگ انجام بدیم. خب وارد نرم افزار میشیم. من برم این فوتیجمو بردارم بیارم. خب این فوتیجمون رو ایمپورت کردیم، با کلیک چپ میگیرم میندازمش داخل تایملاین و یه سیکونس با مختصات اون ویدیو یا اون فوتیجمون ساخته میشه. این باره دقت کنین که من الان روی تب ادیتینگم، میرم روی تب کالر و وارد قسمت کالر کارکشن پرمیر پرو میشم. خب من این رزولوشن هم میذارم روی فول. این قسمت لومتری اسکوپ اگه نداشتینش بیاین روی ویندوز و لومتری اسکوپ رو تیک بزنین، توی این قسمت کلیک راست بکنید، بیاید روی ویو فرم RGB و اونم کلیک بکنید. هیستوگرام که به دردم نمیخوره، میام رو ویو فرم. خب وقتی وارد قسمت تب کالر میشین، این قسمت سمت راست لومتری کالر رو میبینین که گزینه‌هاشم به این صورت اینجا نمایش داده شده. خب اصل قضیه کالر کارکشن کلا کاری نداریم به اینکه تو چه نرم افزاری کار میکنین. دو تا قسمت برای اصلاح رنگ وجود داره، که اصلاح رنگه که هیوه و یه اصلاح نور داریم که لوما. توی پرمیر پرو گزینه‌های مختلفی هست که بتونیم این دوتا پارامتر رو تغییر بدیم و به اون چیزی که دلخواهمون هست برسونیم. قسمت بیسیک کارکشن، اگر شما موقع تصویر برداری وایت بالانس رو درست رعایت نکرده باشین، توی این قسمت میتونید تا حدودی وایت بالانس رو اصلاح بکنید توی تصویرتون. اگر با فرمت راه نگرفته باشید این قسمت یه مقدار سخته، چون اونقدر دقیق نمیتونید اصلاح رنگ رو انجام بدید. اصل قضیه اصلاح رنگ اینه که شما بتونید تراز سفیدی و وایت بالانس تصویرتون رو اصلاح بکنید. پس بهتره که شما توی دوربینتون موقع تصویر برداری عدد کلوین وایت بالانس رو با عدد کلوین یا همون دمای رنگی نورتون یکی بکنید که وایت بالانستون رعایت بشه توی تصویر برداری، که بعداً داستان براتون ایجاد نشه. اون قسمت تنظیمات دوربین‌های دیجیتال رو حتما ببینید که اونجا در مورد وایت بالانس و موارد مختلف توضیح دادم و بیشتر میتونید در مورد این مطلب و تنظیمات دوربین‌های دیجیتال موقع تصویر برداری اطلاعات کسب کنید. خب برمیگردیم تو این قسمت وایت بالانس سلکتوره که شما میتونید این آی دراپر رو، یه قول قطره چکون رو بگیرید و روی قسمتی که میدونید سفیده بزنید و به نرم افزار بگید که این قسمت سفیده و وایت بالانس رو برای من درست کن. زیاد دقیق نیست ولی خب از هیچی بهتره. میتونید این کار رو انجام بدید و بعد روی پارامترهای پایین تغییرات خودتون رو اعمال بکنید تا به سفید مورد نظرتون دست پیدا کنید. قسمت پایین تمپرچره، همون دمای رنگی تصویرتونه که اگه دیدید یه مقدار نارنجیه یا یه مقدار گرمه میخواید سردش کنید، یه مقدار اینو میبرید سمت چپ و یه مقدار آبی به تصویر اضافه میکنید، یا اگر سرد یه مقدار نارنجی اضافه میکنید. قسمت پایین بعضی نورها هستن مثل نورهای فلورسنت و مثل نورهای ارزونی که سیارای خوبی ندارن، دقیقی ندارن، امکان داره یه مقدار سبز به تصویرتون اضافه کنن، امکان داره یه مقدار بنفش اضافه کنن که با این میتونین اگه تصویرتون بنفش بود یه مقدار سبز اضافه کنین، یا اگه سبز بود یه مقدار بنفش اضافه کنین که باز اون تراز سفیدیتون
اصلاح بشه. اصل قضیه اصلاح رنگ همینه که شما بتونید طراز سفیدی درست بکنید و لول نوری تصویرتون هم اصلاح بکنید. لول نوری تصویرتون میاد روی قسمت تون توی پلاگین لومتری کالر که شما میتونید با این پارامترهایی که الان اینجا هست نور تصویرتون هم به نور دلخواه خودتون تغییرش بدید. قسمت اول اکسپوژر، یه چیز تو مایه ایزو دوربینتون عمل میکنه، هرچی بیشترش کنید کل تصویرتون نور بیشتر میگیره. قسمت بعدی کانتراسته که همونجور که الان توی این قسمت میبینین، اگه من کانترست رو زیاد کنم میبینید که لول قسمت پایین که الان مینیموم نوردهی تصویرتون، یعنی قسمت هایی که مشکی تصویرتون رو تشکیل میدن، کنتراست اگه زیاد کنین این قسمت با هایلایتاتون که بالای این نمودار قرار داره، قسمت هایی که نور بیشتری خورده، این دوتا اصلا فاصله میگیرن و کنتراست رو به تصویرتون میدن. من برگردم. قسمت بعدی هایلایت. اگه شما هایلایت رو زیاد کنین، همونطور که تو تصویر میبینید، فقط قسمت هایلایت یعنی قسمت هایی که نور بیشتری خورده افزایش پیدا میکنه. چقدر لگ داره. و قسمت هایلایت بدونی که قسمت شادو، یعنی قسمتی که پایین این نمودار قرار داره، بدونی که به اونا دست بزنه، فقط قسمت هایلایت کشیده میشه میره بالا و میتونید اینجا لول هایلایتتون رو، لول قسمتی که قرار سقف روشنی تصویرتون رو نشون بده افزایش میدید. قسمت بعدی هم شادوه که دقیقا همین کارو با قسمت تاریک تنت رو انجام میده. اگه زیادش کنید قسمتایی که نور کمتری خورده و شادوی تصویرتون هست رو لولش رو میاره بالا و یه مقدار بهش نور میده. اگه به سمت چپ ببرید قسمت‌های بیشتری از صحنه‌تون رو میاره میکشونه به سمت شادو و قسمتایی که حالا یه مقدار نور داره هم نورشون میگیره تا برسونه به قسمت شادو نمودارتون و اون رو تاریک‌تر میکنه. وایت هم یه جورایی مثل هایلایته، ولی به نظر میرسه که یه مقدار قسمت‌های میدتون رو، یعنی قسمت‌هایی که بین شادو و هایلایت قرار داره رو هم بهشون نور میده. قسمت بلک هم که فقط لول بلکتون رو، یعنی این مینیموم نوردهی تصویرتون هست رو جابجا میکنه. اگر اینو بکشیم پایین، همونطور که میبینید، مثلا بکشمش پایین، خیلی از دیتیل ها و دیتا های تصویرتون رو میکشه پایین و اونا رو تاریکشون میکنه. نمودار ویو فرم، من اینو بذارم رو 0. پایین ترین قسمتتون، یعنی 0 رو که اینجا میبینید سیاه مطلقه و ما تو این تصویر الان هیچ قسمتی از تصویر اون سیاه مطلق نیست. خوندنش هم به این صورته که توی ویو فرم دقیقا همین نمودار رو شما بندازید روی تصویرتون. قسمت‌های مختلفش رو میتونید ببینید در نظر نوردهی. یعنی قسمت چپ تصویر من که اینجا باشه به این صورته و تقریبا تمام پیکسل‌های این قسمت از بالا تا پایین توی رنج مثلا 5 تا 8 قرار گرفت در نظر نوردهی. اینجایی که صورت هم قرار داره، یعنی اینجا تا 60 و 70 هم رفته. میتونید ببینید این قسمت دستمه که نوردهیش به این صورته، لول نوردهیش تا 70 خوردهی رفته ماکسیمومش، و قسمت هایی هم داره که خیلی تاریکه و توی این رنج قرار داره. اگه بلک رو من کم بکنم، خیلی از این پیکسل ها و دیتا هایی که تصویرم داره رو میکشونه میاره پایین و نورشون رو کم میکنه و خیلی از این قسمت ها میرسه به 0، یعنی میشه مشکی مطلق. نحوه خوندن ویو فرم هم به این صورته که یه توضیح کوچیکی دادم، نمیخوام درگیرتون کنم اصلا با خوندن ویو فرم. خیلی مهمه برای کسایی که میخوان فیلم سازی بکنن که بدونن دوربینشون مثلا توی چه رنجی از نور که توی این نمودار قرار داره، فکر کنم بهش میگن IRE، این کمک رو میکنه به تصویر بردارا
که بتونن اون قسمت که قراره خیلی مهم باشه و بهتر دیده بشه، جزئیاتش بهتر ثبت بشه رو اون مقدار نور بهش بدن نسبت به دوربین. چون مثلا بعضی دوربینا نمیدونم تو IRE مثلا 40 تا 50 بهترین عملکرد دارن و سعی میکنن مثلا بازیگرای مختلف رو صورتشون رو اونقدر نور بدن، مثلا IRE 40 تا 50 تا تصویرشون کمترین نویزو، یعنی نویز اصلا نداشته باشه و جزئیات خیلی خوب ثبت بشه. پس تو این قسمت تون شما میتونید نوردهی تصویرتون رو به وسیله این ابزار تغییر بدید، بالا پایین کنید. قسمت پایین سچوریشن داریم که میتونید رنگ تصویرتون رو کم بکنید یا زیاد بکنید. و میریم سراغ قسمت کریتیو. تو قسمت کریتیو شما میتونید لات های مختلف رو به قولی پریست های ترکیب بندی رنگ های مختلف رو به تصویرتون بدید. میتونید هر لاتی رو به تصویرتون بدید، ولی لات ها معمولا یا LUT ها معمولا ساخته میشه برای دوربین های مختلف توی کالر پروفایل های مختلف و اینجوری هم نیست که شما حالا هر لاتی رو بندازید روی هر تصویری و تصویر خیلی خوبی رو داشته باشید. بعد بدونید که دوربینتون چیه، روی چه پیکچر پروفایلی به قولی دارید تصویربرداری میکنید تا LUT یا لات دقیقاً مربوط به هم رو بگیرید و اعمال کنید روی تصویرتون رو و به قولی یه کالر گریدینگ یا ترکیب بندی رنگی خاصی رو به تصویرتون اضافه بکنید. ولی خب برای کسایی که حالا میخوام چون میگم بهش اونقدر حرفه‌ای کار نکنن، میتونن پریست های مختلف رو امتحان میکنن روی تصویرشون ببینن کدومش باحال میشه، فقط از نظر دیداری و همون رو استفاده بکنن. من فعلا میذارم روی نان. این قسمت کاریش نداریم چون مربوط به LUT میشه یا لات میشه. میریم سراغ کرو. یا RGB کرو داریم که با یک سیستم دیگه شما میتونید هم نوردهی تصویرتون رو اصلاح بکنید، هم رنگای تصویرتون رو اصلاح بکنید. کار کردم با کرو هم به این صورتی که شما یه حالت نمودار مانند دارید روی کرو که روی نمودار روی ایکسش و وایش، روی ایکسش تصویرتونه. یعنی اگه من اینو بگیرم مثلا 1 واحد و قسمت وای رو بگیرم 1 واحد، وای میشه خروجی، ایکس میشه ورودی و تصویرتون. یعنی مثلا روی قسمت نور اگه من باشم میگم آقا یه نقطه اینجا تعریف میکنم، این الان برابر با 1 واحد نوری، مثلا ورودیمون 1 و خروجیمون هم 1. اگه من اینو بیام بکشم پایین، در واقع میگم که این 1 واحد نوری که الان من دارم خروجیش بشه نیم، از نیمم کمتره، مثلا میشه 2 دهم. یعنی که من این قسمت 1 رو دارم نورش کم میکنم، خروجیش داره نورش کمتر میشه. همینطور شما میتونید مثلا دارم میگم این یه نقطه‌ای اینجا بدید و به قولی این بردار رو لاک بکنید، قفلش بکنید، بخواید اگه یه قسمت خاصی رو تغییر بدید. اگه مثلا این قسمت رو بگیریم شادو، این قسمت هم بگیریم هایلایت، این قسمت میشه مثلا میدتونتون، قسمت که نور میانی دارید. من مثلا میدتونم یه مقدار میارم پایین، کمش میکنم نوردهیشو، یا یه مقدار زیادش میکنم نوردهیشو، بدونی که مثلا هایلایت هم تغییر بکنه یا شادو هم تغییر بکنه. همین کار رو میتونید توی رنگ‌های مختلف هم انجام بدید، روی قرمز، سبز و آبی یه مقدار روشنشون کنید، یه مقدار تیرهشون بکنید. میریم سراغ هیو سچوریشن کرو که مثلا اینجا ما رنگ قرمز رو داریم، این پشت روش کلیک میکنم، بازه رنگ قرمز رو بهم نشون میده. میتونم میبینه توی تصویر میتونم سچوریشنش رو کم بکنم، یعنی اون غلظت رنگیش رو کم بکنم یا غلظت رنگیش رو خیلی زیاد بکنم. رفتی توی رنگ‌های مختلف دیگه میتونم این کار انجام بدم. قسمت بعدی کالر ویلز اند مچه که شما میتونید توی قسمت‌های مختلف تصویرتون، قسمت شادو، قسمت میدتون و قسمت هایلایت، رنگتون رو یه مقدار عوض کنید. مثلا یکی از معروفترین یا پرکاربردترین کالر گریدینگ هایی که توی فیلم های بلاکباستر مثلا ترانسفورمر، اون فیلم هایی که خیلی پرخرجه و زد و خورد زیادی داره اعمال میشه، کالر گریدینگ
تیل اند بلوه که میان قسمت های تاریک و شادو رو، تاریک که نه، قسمت هایی که سایه و نور کمتری توی صحنه داره میان آبی میکنن و قسمت هایی که میتونه و معمولا پوست صورت اونجا اکسپوز میشه میان اونها رو نارنجی تر میکنن و یه حالت کانتراستی بین سایه و روشنایی تصویر میدن که خیلی جالبه. شما مثلا میتونید اینو اینجا تا میزانی برید به تصویرتون، مثلا روی شادو من میام شادو رو آبی میکنم و میتون رو میام نارنجی میکنم و هایلایت رو میبرم سمت نارنجی. مثلا یه همچین حالت رو به تصویرتون میدین که نه اینقدر راحت اینجوری نیست. من کلیتش رو گفتم که شما باید یه مقدار حالا توی نرم افزارهای مختلف مثل داوینچی خیلی کنترل بیشتری روی تصویرتون دارید، میتونید کاملا جدا بکنید، مثلا پوست صورت رو اونجا رو یه مقدار نارنجی بکنید و سایه ها رو کلا جدا کنید، هم غلظت رنگشون رو. خیلی کارا میشه توی داوینچی انجام داد که اینجا هم نه که نشه ولی یه مقدار سخت تره. مثلا همچین کالر گریدینگی رو به تصویرتون بدید. من مثلا بیام اینجا یه مقدار اکسپوژر رو ببرم بالا، یه مقدار هایلایت هم رو زیاد بکنم، یه مقدار شادو رو کم بکنم یا یه مقدار زیاد بکنم، بعد بیام مثلا روی کالر ویل و اینجا ببرم سمت نارنجی. چقدر زیاد شد. یه مقدار آبی بدم به شادوهامون و یه کالر گریدینگ همینجوری به تصویرم بدم. قسمت بعدی HSL سکندریه که شما میتونید یه قسمت یه رنگ خاصی رو سلکت بکنین و تغییرات لازم روش اعمال بکنید. حالا این قسمتی که سلکت میکنید هم میتونه سه تا پارامتر نوع رنگ، غلظت و نورش رو داشته باشه، یعنی HSL، Hue، Saturation و Lightness یا Light داشته باشه. یا میتونید تیکاش رو بردارید فقط مثلا جدا از غلظت فقط مثلا یه رنگ خاصی رو سلکت بکنید. با این قطره چکونا میتونید مثلا این رنگ اینجا رو من انتخاب بکنم و میام نگاه میکنم که الان مثلا من پوست صورت رو انتخاب کردم و حالا میتونم مثلا روی قسمت کارکشنش بیام فقط همون قسمتی که انتخاب کردم رو مثلا پوست صورتم سبز کنم مثلا، بدون که به بقیه جاهای تصویرم هیچ دخل و تصرفی انجام بدم. الان من بردارم میبینید که این قسمت فقط پوست صورتم اون قسمتی که انتخاب کردم الان سبز میشه. مثلا من میتونم اینجا رنجش هم تغییر بدم. اگه من تیک کالر گری رو بزنم فقط اون قسمتایی که انتخاب کردم مشخص میشه، بقیه قسمت که سلکت نشده به صورت خاکستری در میاد که من دقیق میتونم ببینم که کدوم قسمت رو انتخاب کردم کدوم قسمت رو انتخاب نکردم. با این قسمت میتونم یه مقدار رنگای دیگرم واردش بکنم یا کلا قسمتی که رنگو انتخاب کردم جابجا بکنم، رنگای دیگر رو انتخاب بکنم. میتونم رنگ اضافه کنم به تصویرم. مثلا من اگه تیکو بردارم میتونم بگم به این رنگ مثلا این قرمز رو اضافه کن مثلا، یا کلا بیام فقط این قرمز رو انتخاب بکنم، فقط این قرمز انتخاب شده، یه مقدار تغییرات بدم که بیشتر انتخاب بشه. اون قسمت هیوشه میرم توی قسمت سچوریشن بگم که توی چه بازی از قرمز، یعنی چقدر غلظت قرمز داشته باشه اون قسمت رو انتخاب بکنم. سعی میکنم همینجا نگهش دارم که فقط همون قرمز پشت رو داشته باشم و این قسمت هم قسمت پایین هم قسمت
نوردهیشه که چقدر تو چه بازی از نور انتخاب بشه. خب مثلا اینجا دارم یه ذره با این مثبت اینجا هم سلکت کنم. خب اینجا سلکت شد و مثلا میام اینم کم میکنم، اینم حتی کم میکنم. پوست صورتمو نمیخوام. این چقدر بده. دونه باید کلیک بکنم. فقط میخوام این قسمت قرمز پشت سرم انتخاب بشه. پرید کلا. تقریبا این قسمت انتخاب شده. میتونم مثلا بیام بهش آبی اضافه کنم. توی تمام نقاط آبیش کنم، هم توی شادوش، هم توی هایلایتش، هم توی میدتونش. همونطور که میبینید این قسمتی که مثلا قرمز بود دارم یه مقدار این بلو رو هم میذاره بهش بدم. لبم هم گرفته. خب مثلا اون نور قرمز رو کردیم بنفش مثلا. این کار توی داوینچی خیلی راحت تره. شما یه رنگ رو انتخاب میکنید، میبرید یه رنگ دیگهش میکنید. البته این دستگاه رنگی خیلی بستگی داره به کدک تصویرتون، به بیت ریتش، به عمق رنگش، که این قسمتی که در مورد کودک ها و بیت ریت ها و فرمت های مختلفی که دوربین های تصویربرداری میکنن حتما ببینید که این مواردی که الان داریم انجام میدیم تغییر رنگ خیلی شدید توی تصاویری که عمق رنگ زیادی دارن، جزئیات رنگی خیلی بیشتری رو تصویر در خودش داره و دوربین ثبت میکنه، رو اونا خیلی خوب جواب میده. شما میتونید خیلی دستتون خیلی بازه، میتونید تغییرات مختلفی رو توی تصویرتون اعمال بکنید. این قسمت رو حتما ببینید که بدونید که روی هر تصویری نمیشه خیلی زیاد آزادی عمل داشت، مخصوصا توی رنگ. میریم قسمت وینیت که شما میتونید مثلا دور تصویرتون رو همونطور که میبینید یه حاله از مشکی قرار بدید، اگه به سمت چپ ببرینش، یا میتونید اون مید پوینتش یا قسمتی که قراره تصویرتون باشه و بقیهش یه حالت مشکی بگیره رو تغییر بدید، یعنی مقدار اون کادر رو باز کنید ببندید، یا اون حالت شیپی که قراره مشکی رو ایجاد کنه روی تصویرتون رو عوض کنید. من به سمت راست میبرمش یه حالت دایره میگیره، به سمت چپ میبرم یه حالت بیزی و آخرش میشه مستطیل مانند. و فدر هم که بهش میدید که اون بازی بین مشکی شدن و تصویرتون رو نرمتر میکنه. خب اینم این نگاه کلی بود به لومتری کالر و پارامترهای مختلفش که تقریبا بدونید که هر کدوم از این پارامترها چه تأثیری روی تصویرتون دارن که با دید بهتر این پارامترها رو بالا پایین کنید. همینجوری بالا پایین نکنید ببینید تصویر چه شکلی میشه، دیدتون یه موقع بازتر بشه و تصاویرتون رو که تصویر برداری کردید جلوه‌ش رو بهتر بکنید تا بیننده رو یه مقدار بهتر جذب کنه. خب اینم از این قسمت. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. مثل همیشه اگه از این ویدیوها خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب کنید اگه تازه وارد کانال شدید و توی کامنت ها حتما اگر در مورد لومتری کالر و اصلاح رنگ و کالر گریدینگ توی پرمیر پرو سوالی بود حتما بنویسید تا جایی که دانشم جواب بده، تا جایی که بدون هم حتما به سوالاتون جواب میدم و امیدوارم که به وسیله این پلاگین که داخل خود پرمیر پرو هست تصاویرتون رو بتونید قشنگتر و جذابتر بکنید. دیگه حرفی نمیمونه تا برنامه بعد.
بدرود.